سلام، رویدادهای اخیری تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. من زرنگیز نوروز شو و نگاه به چند موضوعی برنامه امروز دویومی نوامبر. حمله در روز روشن به خبرنگاران ولی به جزا ماندن گناهکاران. چرا میلیسای تاجیک آنهایی را نمی‌یابد که خبرنگاران را میزنند؟ خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهش پیدا کردن گناهکار وجود ندارد. در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود. چرا مهاجران تاجیک با وجود معاش کمتر در مقایسه با روسیه به قزاقستان می روند و آنجا کار می کنند؟ اینجا همین قش خوبه که همین ملیسوش کام کمتر یک از کار ندارد. و خبرنگاری اوکراینی میگوید باید تحقیق شود که آیا واقعا درون‌های ایرانی که روسیه با آنها اوکراین را ویران می‌کند در تاجیکستان تولید می‌شوند. امروز دوم نوامبر روزی ختم بی‌جزایی جنایت علیه ژورنالیستان است. در تاجیکستان که در یک مدت کوتاه یکباره 7 ژورنالیست پشت پنجره رفتند، این موضوع داغ شده است. کارشناسان و سازمان‌های ژورنالیستی در کشور از ناروشنی‌ها در قضیه خبرنگاران بازداشت شده و افزایش با سرعت فشار بر ژورنالیستان اظهار نگرانی می‌کنند. با گذشت چندین ماه موردهای حمله و لط و کوب خبرنگاران هم آشکار نشده و جنایتکاران به جزا ماندند. علیشیر ظریفی و امیر ایسایف در این باره گزارش دارند. در این گوشه شهر دوشنبه تقریبا نیم سال پیش به خبرنگاران رادیوی آزادی و نستایش ورمیا حمله کردند و دوربین و تلفن‌هایشان را هم ربودند. مقامات انتظامی میگویند تا کنون نتوانستند متهمان به جنایت را پیدا و دستگیر کنند. خود وزیر امور داخلی وعده داده بود که حمله‌گران به جزا نمیمانند. مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه‌ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپارش دادم که زیر نظر من میشود، تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید. با گفته کارشناسان ظاهرا مقامات انتظامی خودشان نمیخواهند متهمان به جنایت را پیدا کنند. هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز الکی اون آدمای گناهکارا پیدا میکنند و در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند که ما پیدا کردیم و این خود نشانه اون است که در صورت ضروری اینها میتوانند که خیلی تیز کار کنند، خیلی تیز پیدا کنند جنایتکارا. ولی در حالتی که خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهش پیدا کردن گناهکار وجود ندارد، در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود. خبرنگارانی که جبر دیدند از جریان تفتیشات راضی نیستند. در دوام 2 ماه اول بعد رخ دادن حادثه مقامات گفتند که پرونده جنایی گشادند، ما رو چند بار دعوت کردند و بیانات گرفتند، پرسش گذراندند و بار آخری که من در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا 2 بودم، آنجا گفتند که مهلت تفتیش پیشکی 2 ماه است و پرونده را به ارخیو و یا به بایگانی میفرستند. بعد از این دیگر ما درباره تفتیشات دیگر چیزی نمیدانیم و ما هم چیزی نگفتند. مفتش پرونده از شرح پرونده خودداری کرد و با رادیو آزادی گفت که در این باره فقط با وکیل دفاع خبرنگاران صحبت میکند. روشن نیست پرونده چه راز و اسراری دارد که مفتش از گفتنش میهراسد. در نیم سال گذشته در تاجیکستان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها محکوم به زندان شدند. همه آنها پس درهای بسته محاکمه شدند. کارشناسان این را فشار به جامعه خبرنگاری میشمارند. بدون شک پس درهای بسته برگزار نمودن مرافعه های سودی ضمن بررسی پرونده های جنایتی گویا ژورنالیستان پدیده و ظهورات خوب نیست و برعکس از نبودن اراده سیاسی گواهی می دهد. به فعالیت کسبی ژورنالیستان و عموما فعالیت انتلکتوالی و ایجادی تأثیر منفی می رساند.
سازمان‌های حامی حقوق و مثل دیدبان حقوق بشر، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفارت‌های کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند فشار و تهدید به خبرنگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها را بس کند. بسته‌شوی شرکت و کارخانه‌ها و تاثیر فشار و تحریم‌ها به اقتصاد روسیه تلاش مهاجران تاجیک را برای جستجوی کار در کشورهای دیگر بیشتر کرده است. برخی از مهاجران از روسیه برگشته تاجیک کوشش دارند راه سفر و کار در اروپا را پیدا کنند. اما این راه آسان نیست و راهی آسان‌تر برای اکثر بیکاران قزاقستان است. اینجا مهاجران اگرچه کاری سردرآمد ندارند اما میگویند به فرق از روسیه زیاد تعقیب و فشار نمیشوند. همکاران ما مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی درباره کار و زندگی مهاجران تاجیک در قزاقستان قصه میکنند. بازار عمده فروشی شغین در شهر آستانه پایتخت قزاقستان. اینجا مکان دریافت و کار و درآمد برای ده‌ها مهاجر تاجیک است. حمزه بابایف شهروند 35 ساله تاجیکستان مدت پیش به آستانه آمد. میوه می فروشد و گاه‌ها بارکشانی هم می کند. حمزه پیشتر در روسیه کار می کرد. چند سبب او را مجبور کرد که مکان کارش را عوض کند. پیش روسیه ما سوچ می رفتم. خواجه چخی گم کمتر اویلیک زیاده سازه. اما مسئله اویلیک ایجاش خیلی کمتر کمه قزاقستان. میشه سازه. اینجا همین قش خوبه که همین ملیسوش گام میتیند. یک از کار ندارد. خیلی روسیه چخیله همین هر یک کوچه‌اشته همین میگیرن میبرند. دیل دکمنت هم داشته باشی 3 ساعت 4 ساعت سودکش قطعی اجرا میکنی که پرویل که میکنن دکمنت‌های شما را جواب بدن. حمزه بابایف در روسیه ماهانه تا 70,000 روبل پیدا میکرد. حالا در قزاقستان 40,000 روبل کار میکند. دیگر مهاجران تاجیک هم میگویند درآمد آنها در قزاقستان کم است ولی فشارها نیز کمتر. روزی باشم 200 ساعت باشه پرای. اما ما استراکا دام چی میکنم؟ این قطعه کار میکنم دا دکم میکنم. کار میکنم بچه‌ها را میکنم. کار میکنم قطعه بچه‌ها بسیار مثلا در استراکا 100 نفر باشه 100 نفرش 80 نفرش توجیه کنم. اما وقت مادم اینجا فرقش کم میشه. اینجا کارش ساز بود. این بعد ملیساش غم نمیده فقط. پراپسکاش ناقص بود. بعد گراژن سکرتری. قناعتمندی نسبی مهاجران در حال است که سالانه چندین نفری آنها برای نقض قاعده‌های بود و باش از قزاقستان اخراج می‌شوند. ماه ایون امسال 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قزاقستان رانده شدند. مهاجران تاجیک در پایتخت قزاقستان بجز از بازار در ساختمان هم کار می‌کنند. بعضی آنها بعد اخراج از روسیه مجبور شدند که به قزاقستان بیایند. از جمله کامران رجبزاده که در 5 سال آینده حق ورود به روسیه را ندارد. روسیه مثال نسبت به قزاقستان خیلی مثال پیشتره مثال گپ سومش هم مثال گپ سازتره خیلی وضعیت مثال گپ نشون دکمنتاسیش به حد مثال قینه مثال پلی کلون در کار خیلی سبب دکمنت نداشته مثال دیپارتاسیا کردن ما خیلی به همینجا مجبور شده مثال جمعه مهاجران تاجیک در آستانه تلاش میکنند سرجم باشند از جمله به واسطه گروه‌ها در شبکه واتساپ. عبدالوهاب تاجیف یک از فعالان مهاجران میگوید آنها کوشش میکنند مهاجران تاجیک در حالت دشوار تنها نمانند. شماره مهاجران تاجیک در شهر آستانه معلوم نیست. خدمات مهاجرت تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود در قزاقستان 10,500 مهاجر تاجیک زندگی میکنند، اما به گفته همصحبتان ما این شماره بیشتر و در حال افزایش است. برنامه را ادامه می‌دهیم.
دمیتری گوردن یک خبرنگار شناخته اوکراینی ادعا دارد که تاجیکستان به روسیه درون و یا پهپادهای ساختی ایران را می‌فروشد و نیروهای روسیه این درون‌ها را برای محو زیربنیادهای مهم به کار می‌برند. دمیتری گوردن در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که در یکی از مصاحبه‌هایش اشتباهی گفته است که این درون‌ها استحصال ازبکستان هستند. تمام جهان خبر دارد که در تاجیکستان کارخانه استحصال درون‌های ایرانی وجود دارد. تمام جهان می‌داند که روسیه از ایران درون‌های ایرانی می‌خرد. با کمک درون‌های ایرانی روسیه اهالی ملکی اوکراین را می‌کشد و زیرساختارهای کشوری ما را بمباران می‌کند. همکاری ما از دمیتری گوردن همچنین پرسید که وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای او را رد کرده است و گفت که دوشنبه به هیچ کشور سوم اسلحه نمی‌فروشد. پاسخی را به این سوال همراه می‌بینیم. من از جامعه جهانی دعوت می‌کنم که یک تحقیقات را برگزار و معلوم کند که چه نوع درون‌ها در تاجیکستان استحصال می‌شوند یا می‌شدند. در خاک تاجیکستان کارخانه کدام کشور جای داده شده است و درون‌های استحصال شده به کجا برده می‌شوند. من معلومات این را دارم که ایران در تاجیکستان کارخانه استحصال درون را به راه مانده است. من همچنین معلومات دارم که ایرانی‌ها درون‌های خود را به روسیه می‌فروشند و روسیه خاک اوکراین را با درون‌های ایرانی بمباران می‌کند. همکاری ما از بخش ازبکی همچنین نظری خبرنگار اوکراینی را که در کشورش و روسیه هم معروف است درباره صحبت امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پرسید که چند پیش در یک نشست در شهر استانا با مراجعت به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت روسیه نباید با کشورهای سابق شوروی مثل آن سالها مناسبت کند. Я с большим воодушевлением услышал, что сказал в адрес صحبت‌هایی را که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مراجعت به پوتین گفت با روح بلندی تماشا کردم. من پر درک می‌کنم که فاشیسم پوتینی نه تنها به ما اوکراینی‌ها بلکه به دل همه سابق شوروی‌ها هم زده است که تمام این سالها موضع‌گیری شاونیستی بزرگمنشی قدرت طلبانه روسی را تحمل کردند. قهرمانی اوکراین که به حمله های روسیه مقاومت نشان داده فداکاری بی‌مثل را به نمایش گذاشت به دیگران هم نمونه عبرت شد چون آبروی روسیه ساخته‌کاری شده بود. دولت روسیه یک کشوری ساخته و تخیلی است. همه شهر و دهاتش ظاهر پرستی است و ارتشش هم یک ساخته‌کاری واقعی است که هزارها بار غارت و خرید و فروش شده است. ما حال این ارتش را در میدان و جنگلزارهای اوکراین دیدیم. از این رو سابق رهبران جمهوری‌های شوروی که حالا دولت‌های مستقل هستند از نمونه اوکراین روح بلند شدند و فهمیدند که وقتی آن آمده است که به پوتین و روسیه جایشان را نشان دهند. دمیتری گوردن خبرنگار اوکراینی درباره بیانیه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صحبت میکرد که چند پیش به ولادیمیر پوتین گفت که روسیه باید کشورهای خرد شریکش مثل تاجیکستان را احترام کند. آژانس مبارزه با فساد در قزاقستان خبر داده است که در دایره پرونده غیرت ساتیبولدی جانی پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف با مبلغ 230 میلیون دلار جواهرات از خارج به این کشور برگردانیده شده است. به اطلاع آژانسی این جواهرات در کشورهای خارجی دور پیدا کرده شده است. قبلا کمیته اموال دولتی و خصوصی گردانی قزاقستان خبر داد که دارایی‌های غیرت ساتیبولدی به نفع دولت مصادره شده‌اند. طبق اطلاع رسانه LLC 3,084,893 سهمیه عادی قزاق تلکوم دولتی گشته است. دادگاه در شهر استانا غیرت ساتیبولدی را عیبدار و 6 سال زندانی کرد. برادرزاده نظربایف در از خودکنی بیش از 40 میلیارد تنگه عیبدار میشد. خود او پیشتر در دادگاه غارت مبلغ‌های